خر دردمند و گرگ نعلبند. یک روز یک مرد روستایی یک کوله بار روی خرش گذاشت و خودش هم سوار شد تا به شهر برود. خر پیر و ناتوان بود و راه دور و ناهموار بود و در صحرا پای خر به سوراخی رفت و به زمین غلتید. بعد از اینکه روستایی به زور خر را از زمین بلند کرد، معلوم شد پای خر شکسته و دیگر نمیتواند راه برود. روستایی کوله بارش را به دوش گرفت و خر پا شکسته را در بیابان رها کرد و رفت. خر بدبخت در صحرا مانده بود و با خود فکر میکرد یک عمر برای این بی‌انصاف‌ها بار کشیدم. حالا که پیر و دردمند شدم، مرا به گرگ بیابان میسپارند و میروند. خر با حسرت به هر طرف نگاه میکرد و یک وقت دید که راستی راستی از دور یک گرگ را میبیند. گرگ درنده همین که خر را در صحرا افتاده دید خوشحال شد و فریاد از شادی کشید و شروع کرد به پیش آمدن. خر فکر کرد اگر می توانستم راه بروم دست و پایی می کردم و کوششی به کار می بردم. شاید زورم به گرگ می رسید، ولی حالا هم نباید ناامید باشم و تسلیم گرگ شوم. پای شکسته مهم نیست. تا وقتی مغز کار می کند برای هر گرفتاری چاره‌ای پیدا می شود. نقشه‌ای کشید، به زحمت از جای خود برخاست و ایستاد، اما نمی توانست قدم از قدم بردارد. همین که گرگ به او نزدیک شد، خر گفت ای سالار درندگان سلام. گرگ از رفتار خر تعجب کرد و گفت سلام، چرا اینجا خوابیده بودی؟ خر گفت نخوابیده بودم بلکه افتاده بودم. بیمارم و دردمندم و حالا هم نمیتوانم از جایم تکان بخورم. این را میگویم که بدانی هیچ کاری از دستم بر نمی آید، نه فرار نه دعوا، و درست حسابی در اختیار تو هستم. ولی پیش از مرگم یک خواهش از تو دارم. گرگ پرسید خواهش؟ چه خواهشی؟ خر گفت ببین ای گرگ عزیز، درست است که من خرم، ولی خر هم تا جان دارد جانش شیرین است، همونطور که جان آدم برای خودش شیرین است. البته مرگ من خیلی نزدیک است و گوشت من هم قسمت تو است. میبینی که در این بیابان دیگر هیچ کس نیست. من هم راضیم نوش جان تو حلالت باشد، ولی خواهشم این است که کمی لطف و مرحمت داشته باشی و تا وقتی هوش و حواس من به جا هست و بی حال نشدم در خوردن من عجله نکنی و بی خود و بی جهت گناه کشتن مرا به گردن نگیری، چرا که اکنون دست و پای من دارد میلرزد و زورکی خودم را نگه داشتم و تا چند لحظه دیگر خودم از دنیا میروم. در عوض من هم یک خوبی به تو میکنم و چیزی را که نمیدانی و خبر نداری به تو میدهم که با آن بتوانی 100 تا خر دیگر هم بخری. گرگ گفت خواهشت را قبول میکنم، ولی آن چیزی که میگویی کجاست؟ خر را با پول میخرند نه با حرف. خر گفت صحیح است، من هم طلای خالص به تو میدهم. خوب گوش کن، صاحب من یک شخص ثروتمند است و آنقدر طلا و نقره دارد که نپرس، و چون من در نظرش خیلی عزیز بودم برای من بهترین زندگی را درست کرده بود. آخر مرا با سنگ مرمر ساخته بود، طویله‌ام را با کاشی فرش می کرد، پالان مرا از مخمل و حریر می دوخت و به جای کاه و جو همیشه نقل و نبات به من می داد. گوشت من خیلی شیرین است، حالا می خوری و می بینی. آن وقت چون خیلی خاطرم عزیز بود همیشه نعل‌های دست و پای مرا هم از طلای خالص می ساخت و من امروز تنها و بی اجازه به گردش آمده بودم که حالم به هم خورد. حالا که گذشت، ولی من خیلی خر ناز پرورده‌ای هستم و نعل‌های دست و پای من از طلاست و تو که گرگ خوبی هستی می توانی این نعل‌ها را از دست و پایم بکنی و با آنها 100 تا خر بخری. بیا نگاه کن، ببین چه نعل‌های پرقیمتی دارم. همونطور که دیگران به طمع مال و منال گرفتار می شوند، گرگ هم به طمع افتاد و رفت تا نعل خر را تماشا کند. اما همین که به پاهای خر نزدیک شد، خر وقت را غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی به پوزه گرگ زد و دندانهایش را در دهانش ریخت و دستش را شکست. گرگ از ترس و از درد فریاد کشید و گفت عجب خری هستی. خر گفت عجب که ندارد، ولی میبینی که هر دیوانی در کار خودش هوشیار است، تا تو باشی و دیگر هوس گوشت خر نکنی. گرگ شکست خورده ناله کنان و لنگان لنگان از آنجا فرار کرد. در راه روباهی به او برخورد و با دیدن دست و شل و پوزه خونین گرگ از او پرسید ای سرور عزیز، این چه حال است و دست و صورتت چه شده؟ شکارچی تیرانداز کجا بود؟
گرگ گفت شکارچی تیرانداز نبود، من این بلا را خودم بر سر خودم آوردم. روباه گفت خودت؟ چطور؟ مگر چه کار کردی؟ گرگ گفت هیچی، آمدم شغلم را تغییر بدهم و اینطور شد. کار من سلاخی و قصابی بود، زرگری و آهنگری بلد نبودم، ولی امروز رفتم نعلبندی کنم.